داشتم به داروسازی، چون به شیمی خیلی علاقه داشتم، مهاجرت بهتر و راحت‌تری داشتم. معدود کشورهای که رشته داروسازی رو در کورس 6 ساله و دکترای عمومی مدرک که فکر کنم همین کنکوری یه دور دیدم. ندید؟ ندیدم. یه شهر بحث داروسازه نمی‌تونم پزشک. یعنی سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به اپیزود دوم ملگرد. روز پزشکو به همه خانم دکترای آینده که دارن ویدیو رو تماشا میکنن تبریک میگم و همینطور به همه خانم دکترایی که مهمون چنل هستن. امروز در خدمت پرنیان جان هستیم، دانشجوی داروسازی. پرنیان جان اگر دوست داری خودتون معرفی کنید. سلام عزیزم، اول ازت تشکر میکنم. پرنیان قائدی هستم، ورودی 403 داروسازی علوم پزشکی هستم. پرنیان جان، یه سوال خیلی کلیشه‌ای معمولا بچه‌ها باش تو این تایم حالا سر کله میزنن، اونم اینه که برای انتخاب رشته از مشاور کمک می‌گیریم یا نه. ما می‌خوایم ببینیم که خودت به چه شکلی کار انجام دادی، آیا با کمک مشاور بوده یا خودت؟ خب این سوال یکم بستگی به خود شخصیت فرد داره. خب اگه که بچه‌ها می‌بینن خودشون میتونن هندل کنن و از پسش بر بیان، خودشون هم میتونن انجام بدن. خیلی مسئله سختی نیست که بگم حتما نیاز باشه از مشاور کمک بگیرید، ولی من خودم با کمک مشاور انجام دادم و خب کلاً هم مشاور داشتم در راسته کنکورم. پس یعنی پرنیان جان تو توصیه می‌کنی که با کمک مشاور بچه‌ها انجام بدن یا نه میگی که کاری که خودشون هم میتونن؟ حالا تو بگم اون مشاوری که در طول سال ازش کمک کرد. دقیقاً من با مشاوری که برای کنکورم درس می‌خوندم با ایشون انتخاب رشته انجام دادم، ولی خب مسئله خاصی نیست. در واقع خود بچه‌ها میتونن انجام بدن، یکم تحقیق کنن، بعد با کسایی که فارغ التحصیل شدن دارن توی اون حوزه کار می‌کنن صحبت کنن، با دانشجوها صحبت کنن، در مورد ویدیو ببینن، خیلی میتونه واسهشون کمک کننده باشه. یعنی تماشای ملگرد الان پرنیان بهتون توصیه کرد بچه‌ها. آره من خودم کلا از یوتیوب خیلی استفاده می‌کردم و اطلاعاتی که نسبت به سری از رشته‌ها کسب کردم با ویدیوهایی بود که داخل یوتیوب دیدم. حالا بچه تمایزی که یعنی چیزی که بیشتر بچه‌ها فکر کنم حتی دیده خود من نسبت به رشته دارو این که سرشار از شیمیه، خیلی از بچه‌ها پایه شیمی ضعیفی دارن، یعنی مثلا کنکور رو از پسش برمی‌آمده ولی چون علاقه نداره به شیمی نمیخواد وارد رشته دارو بشه. مثلا اینو بگی که آیا درسته و چرا حالا به طور عموم بچه‌ها چنین فکر می‌کنن؟ خب در واقع این ذهنیتی که شکل گرفته تا حد زیادی داروسازی مقدار خیلی زیادی واحدهای شیمی داره که باید پاس کنن بچه‌ها و به نظرم اگه کسی علاقه نداشته باشه به شیمی این مسیر واسش واقعا خیلی سخت میشه، چون واحدهای سنگین شیمی عالی واحدهای کم سنگین میشه دیگه. باید یکم علاقه باشه تا مشوق بچه‌ها باشه و انرژیشون باشه داخل مسیر که مود و انرژیشون پایین نیاد. حالا تو خودت از چه تایمی در واقع به این فکر افتادی که خب به نظرم مناسب رشته دارو هستم یا به رشته داروسازی علاقه‌مند شدی؟ مثلا تو خود سال کنکور بوده، از اول دهم بوده، از اولی که برای شیمی آشنایی پیدا کردی بوده؟ در واقع من از سال نهم که انتخاب رشته انجام دادم و وارد رشته تجربی شدم به قصد داروسازی وارد تجربی شدم و خب الان من دارم داخل داروسازی تحصیل میکنم. علاقه داشتم به داروسازی چون به شیمی خیلی علاقه داشتم و در واقع با پزشکی و دندون پزشکی که مقایسه می‌کردم با توجه به شخصیت من و چیزایی که من می‌خواستم، داروسازی بهترین انتخاب بود. یک مسئله دیگه که راجع به داروسازی وجود داره اینه که حالا من اطلاعات کافی راجعش ندارم ولی میگن که مهاجرت دارو خیلی نسبت به دندون و پزشکی بهتر. آیا این صحبت درسته؟ در واقع این باور تا حد خیلی زیادی درسته و داروسازی نسبت به پزشکی و دندون پزشکی شرایط مهاجرت بهتر و راحت‌تری داره و یکی از دلایلی که این شرایط رو راحت‌تر میکنه اینه که داروسازی داخل اغلب کشورها در کورس‌های 4 ساله ارائه میشه و ایران جزو معدود کشورهاییه که رشته داروسازی رو در کورس 6 ساله و دکترای عمومی مدرک میده و خب همین باعث میشه که در رقابت با بقیه کشورها افرادی که از ایران میرن یکم شرایط بهتری داشته باشن. ولی کلا مهاجرت کردن با رشته‌های علوم پزشکی نسبت به رشته‌های فنی و ریاضی خیلی سخت‌تره و پذیرش گرفتن با مهندسی راحت‌تره. پس یه توصیه مهاجرتی هم داریم که اگر میخواین مهاجرت کنید دور رشته‌های علوم پزشکی حالا خطر نکشید ولی به مهندسی هم یه نگاهی بکنید. خب نه میدونی بستگی داره که خب هدف افراد چی باشه. اگه واقعا 100% به مهاجرت فکر می‌کنید خب به ریاضی خیلی بهتره و رشته‌های فنی. ولی خب اگه مثلا 70% فکر می‌کنید حدود 30% احتمال میدین توی ایران بمونید و میخواین برای اون 30% یه پلن داشته باشین، به نظرم داروسازی میتونه انتخاب خوبی باشه.
خب حالا بریم سراغ سال کنکور و شروع کنکور. من دوستم بدونم که مریم از چه زمانی برای کنکور شروع کردی و حالا بین اون تایم که آدم شروع می‌کنه تا وارد فاز جدی میشه مثلا یه تایمی فاصله. دوست داریم بدونیم که تو کی جدی شروع کردی؟ از مشاوره داشتی؟ آیا مشاوره از اول مسیر باهات هم؟ خب من چون که فرزانگان بودم از همون سال دهم برای کنکور میخوندم، ولی خب نه خیلی جدی و خب خیلی از روش مطالعه ها رو بلد نبودم، بلاغا دستم نبود که بعد در تستنی چی کار کنم، ولی خب اینجوری نبود که صفر باشم. سال دهم یکم تست میزدم، سال 11 به همین صورت یکم ایرادام برطرف شد، ولی خب به طور جدی من از تیری که میخواستم برم 12 استارت زدم و از مهرش هم مشاوره گرفتم. پرنیان سخت‌ترین بازه کنکور برای چه زمانی بود؟ یعنی از ماهی بگو برامون که چقدر اون فشار رو احساس یا خستگی دیگه به ماکسیمومش رسیده بود، داشت واقعا اذیتت می‌کرد؟ خب سال 403 که ما کنکور دادیم، کنکور 2 مرحله‌ای بود و من بعد کنکور اردیبهشت خیلی انرژیم کم شده بود و یه جورایی چون که نتیجه کم که می‌خواستم گرفته بودم یکم گفتم خب دیگه اوکیه، حالا دیگه لازم نیست انقدر تلاش کنم. بعد امتحان نهایی رو دادیم و سال 403 یه اتفاقی افتاد که هم امتحان نهایی و هم کنکور عقب افتاد و من دیگه بعد امتحان نهایی واقعا خیلی انرژیم کم بود و به زور ادامه میدادم. یه بازیش کامل نخوندم، ولی خب دوباره نزدیک کنکوری مطالعه کمی روی سری درس و زیست داشتم و خب سری جلسه حاضر شدم. ولی سخت‌ترین بازه برای من بعد امتحان نهایی بود، یعنی اوایل تیر، چون 403 ما آخر تیر افتاد. اوایل تیر. و به نظر منم باز مضمون‌ترین کنکوری 1403 و 1404 چون و من تجربه هر دو سالشو دارم چون واقعا فاجعه بود. حالا توی صحبتات اشاره کردی که پس کنکور اصلی کنکور اردیبهشت بوده. حالا کنکور اردیبهشت که از سال دیگه برداشته شد، ولی یه مسئله که خیلی از بچه‌ها احساس می‌کنم که باهاش درگیر بودن، مثلا امسالی که گذشت این بود که 12 بود، طرف بعد مثلا کنکور اردیبهشتش رو خراب می‌کرد، دیگه ناامید می‌شد و نمیتونست ادامه بده. کلا این ناامیدی خیلی تو سال کنکور است. دوست بدونیم که تو مثلا چطوری با این ناامیدی کنار اومدی، نذاشتی متوقف کنه و بازم ادامه دادی تو همون بازه امتحان نهایی تا تیر؟ خب اول از اینم بهت بگم من با اینکه خیلی انرژی اومده بود پایین، ولی کنکور تیرم بهتر شد. آره کنکور تیرم بهتر شد، ولی خب به هر حال موضوع ناامیدی که میگی من خودم هم خیلی خوب اول دچارش میشدم. به نظرم وقتی که بچه‌ها فقط فوکوس میکنن روی نتیجه، ناامیدی بیشتر میشه. سعی کنن به نتیجه فکر نکنن، کار خودشون رو انجام بدن، تلاش کنن و دیگه خب نتیجه رو بسپارن دست سرنوشت، ولی تلاش خودشون رو انجام بدن، یعنی تا هر جایی که میتونن بهترین خودشون باشن سال کنکور. من ویدیوهای قبلی 4 بار اصلاح کردم. ویدیوهای این ویدیو هم احتمالاً این دو سه بار اصلاح کردم با اصطلاح‌های اطراف. میکروفون میل گپ هنوز نرسیده. سه شنبه ان شاءالله میرسه و از اپیزودهای بعدی خواهیم داشتش. بازم اصلاح. خب حالا برنیان یه داستانی که هست که احساس می‌کنم بچه‌ها امسال هم خیلی براشون مفیدشون صحبت از نهایی شد. دوست دارم روش مطالعات رو برای درس‌ها برای نهایی و بعد حالا به کنکور تست هم میرسیم. الان خصوص عمومی‌ها رو بگو، چون خیلی از بچه‌ها نمی‌دونن که باید دقیقاً چطوری مطالعه کنن. ببین به نظر موضوعی که هست عمومی‌ها خیلی روش مطالعه خاصی نداره. بچه‌ها باید نمونه سوالا رو پیدا کنن، ببینن تیپ نمونه سوالا به چه صورته و خب عمومی دیگه ماهیتش مشخص باید بخونن، خاصیت حفظی داره. ولی خب برای گرامر زبان و همچنین قواعد داشتن میتونن از کلاس‌های فوق برنامه استفاده کنن یا با یه استادی پیش برن اون قسمت رو یاد بگیرن. ولی خب و همچنین قواعد فارسی، دستور زبان فارسی. ولی خب بقیه قسمت‌های عمومی واقعا ماهیت حفظی داره و تنها راهش برای امتحانات نهایی و مثلا که گفتی بازه نهایی تا تیر برات خیلی سخت بوده، روش مطالعات به چه شکلی بوده؟ مثلا برای عمومی‌ها می‌خوایم از منابع یا اینکه آزمون خاصی میدادی بچه‌ها رو مطالعه کنن؟ خب در واقع من عمومی‌ها رو که خونده بودم، برای نهایی دوره انجام میدادم. برای دینی این کتاب بود. اضافه خواهد شد. برای زبان من با استاد زینالی پیش رفتم و از جزوه خودشون خوندم. برای عربی بخش قواعد من با استاد فلاح پیش رفتم و در واقع ادبیاتم خودم خوندم، دینی هم خودم خوندم. همچنین من نمونه سوالم کار می‌کردم، یعنی نمونه سوال زیاد کار می‌کردم، از سایت قلمچی دانلود می‌کردم نمونه سوال نهایی سال‌های گذشته یا از هر جا نمونه سوال نهایی پیدا می‌کردم کلاً کار می‌کردم. یعنی راز معدل خوب در نهایی اینه که آها سوال مثلا برای عمومیات زیاد حل بشه تا تیپ سوالات دست بچه‌ها بیاد بدونن که مثلا به چه شکلی.
آره نه البته باید بچه‌ها یه تسلطی هم روی مطلب داشته باشن بعد برن سراغ سوال. ولی خب آره کلا سوال خیلی کمک میکنه مخصوصا برای اختصاصی‌ها. ولی خب بعد مطالب هم تسلط داشته باشن، خونده باشن تا یه حد زیادی، بعد در نمونه سوال کار کنن، با پاسخنامه چک کنن ببینن کدوم بخش در واقع باریم داشته، چی رو باید بنویسن، به چی باید اشاره بکنن، کدوم مطالب مهم‌تره. چیزی که یه سوال خیلی تکراری که به نظر من تا هفته مونده به کنکور بچه‌ها میپرسن اینه که آقا از الان شروع کنیم خوبه، زوده، دیره، میرسم به اون رشته‌ای که می‌خوام یا نه؟ و این سوال رو مخ منه چون احساس می‌کنم بچه‌ها خیلی دارن وقتشون رو تلف می‌کنن. دوست دارم تو به این سوال بچه‌ها جواب بدی. خب از الان که به نظر من خوبه چون الان ما تازه اول شهریوریم و به نظر الان کسایی که استارت میزنن میتونن موفق باشن. ولی خب کلا بچه‌ها نباید داخل مسیر ناامید بشن، سخته خیلی، ولی باید هر چقدر میتونن تلاش کنن، صد خودشون رو میزنن، بهترین خودشون باشن و مطمئن باشن که از نتیجه‌ای که میگیرن پشیمون نمیشن و از تلاشایی که کردن پشیمون نمیشن. این خنده یعنی که دانشگاه خیلی خوش میگذره. این خنده ادامه دار بود. آره واقعا قبولی توی رشته‌ای که بچه‌ها میخوان تمام خستگی‌ها رو از تنشون بیرون میکنه، یعنی تمام اون تلاشایی که کردن میارزه. یه روز کنکوری که ایدئال بود دیگه گفتی آقا اون روز ترکوندم مثلا 100 میشد انرژی، از نظر تو چطوری بود یه روز ایدئال؟ مثلا از بیداری تو به ما بگو تا اینکه چه پارتایی تو انجام میده. خب در واقع بیدار میشدن ساعت اینا رو بگو. خب هفت بیدار میشدن تا 7:30 تا 7:45 سعی میکردم دیگه صبحونم خورده باشم آماده باشم و از 8 مطالعه رو استارت میزدم دیگه، مثلا تا 10 شب البته بینش استراحت داشتم، پارتا 1.5 ساعت میخوندم و همچنین تایم ناهارم یه 2-3 ساعت استراحت داشتم و خب برنامه ما انجام میدادم، اوکی بود، پیش میرفت. اینکه برنامه ما انجام میدادم به یعنی دغدغه خاصی در اجرای برنامه نداشتی؟ یعنی منظورم اینه که چون خیلی از بچه‌ها سرعت از جون خود من، یعنی سرعت کم یکی از آفاتیه که وجود داره و حالا چون که میگی این به این شکل دوست دارم ببینم که علت اینکه اینقدر سریع بودی یا میرسیدی به برنامه چی بوده؟ آیا زود برای کنکور شروع کرده بودی؟ آیا نمیدونم دستور کار روش مطالعه خاصی داشتی؟ در واقع این سوالی که پرسیدی من زود که شروع نکرده بودم، یعنی خونده بودم، درسای پایه رو خونده بودم، ولی با استارت 12ام درس رو شروع کردم به خوندن و اولین بار بود که میخوندم، به جز زیست که یکم 2 فصل اولش رو تابستون خونده بودم ولی تست نزده بودم، فقط خونده بودم، ولی بقیه درس‌ها برای اولین بار بود و من با کلاس پیش میرفتم. کلاسی که معرفی کردی؟ برای زیست با استاد عظیمی، برای ریاضی با استاد کرمی که به شدت توصیه میکنم و برای شیمی و اینا خیلی نتیجه یعنی خیلی راضی نبودن حالا بخوام معرفی کنم و شیمیو بیشتر با دبیرهای دبیرستان پیش رفته بودم، شیمی و فیزیکو، ولی خب آره ولی بازم اگه بخوام برای شیمی معرفی کنم امید مصدق، ولی آره فیزیک و شیمیو بیشتر با دبیرهای خودمون پیش رفته بودن، ولی زیست و کامل با استاد عظیمی پیش رفتن و ریاضی هم همینجور. بعد پس یعنی تا اینجایی که من متوجه شدم کلاس برای زیست بوده، یعنی کامل طبق کلاس و تکالیف پیش میرفتی برای ریاضی. بله. ولی برای مثلا درس مثل فیزیک چطور؟ یا آیا یه چیزی هم بگم برای علل خصوص ریاضی اینکه همیشه گفته میشه باید بچه‌ها دست به قلم بشن، تو با این جمله موافقی؟ و اینکه یعنی اون کلاس به نظر اون تاثیر خاصی رو داره یا نه باز تمرین بچه‌ها؟ 100% واسه ریاضی بچه‌ها باید دست به قلم بشن، ریاضی کاملا محاسباتیه و مسئله داره و شما داخل کلاس هم که شرکت میکنید استاد یه توضیح کلی میده و تقریبا میتونم بگم 80 تا 90% تایم مشغول حل کردن سوال و تست زدن و واسه ریاضی حتما برای ریاضی و فیزیک حتما بچه‌ها باید دست به قلم بشن. فیزیک هم اون بخش کنکوریش به نظرم مقدار زیادیش مثل ریاضیه، ولی خب برای نهاییای یه سری سوالای تشریحی مفهومی هست که خب برای اونها یکم بعد مطالعه داشته باشن، مرور کنن که مطلب براشون جا بیفته، ولی برای مسائل شیمی، فیزیک و همچنین ریاضی بچه‌ها باید کاملا دست به قلم بشن و فقط باید تست بزنن، مسئله حل کنن، سوال حل کنن. یعنی توصیه اینه که برای این درسی که اسپوردی تست و کلا یعنی درصدی که تست از برنامه میگرفت چقدر بود؟ یعنی نسبت چند به چند مطالعه و تست داشتی؟ من فکر میکنم 60 تا 70% تا 80% متغیر بود. خب اون تایمایی که دیگه درس‌ها خونده بودم و جمع کرده بودم تا 80% تایمم مشغول تست زدم. و
سال کنکورت از پانسیون یا کتابخونه استفاده می‌کردی برای مطالعه؟ اگه آره بازدهیش چقدر بود؟ خب نه، من از پانسیون و کتابخونه استفاده نمی‌کردم و در واقع داخل خونه درس می‌خوندم چون شرایطش هم مهیا بود. پدر مادرم سر کار بودن و خونه ساکت بود. خیلی هم عالی. توی چه آزمونی شرکت می‌کردی و اگه نتیجه‌ای که می‌خواستی رو از آزمون نمی‌گرفتی چطوری با ناامیدیش کنار می‌اومدی؟ من داخل آزمون‌های قلمچی شرکت می‌کردم ولی خب به نظرم بیشتر تا نوع آزمون اون مسئله شرکت کردنشه. شرکت کردن خیلی مهمه چون که شما با اون چالنجایی که موقع آزمون دادن دارین آشنا میشین، مدیریت تایم رو یاد می‌گیرین و خب همه اینا باعث میشه که آزمون کنکورتون بهترین آزمون بشه براتون. و با ناامیدی که داشت سعی می‌کردم علت اینکه درصدم پایین شده یا غلط زدم رو پیدا کنم. خب اگه که ظرف آموزشی بود که سعی می‌کردم یاد بگیرم، برطرفش کنم، نحوه مطالعه‌مو تغییر بدم و اگر در واقع داخل تله تستا میافتادم اون نکته رو یادداشت می‌کردم، بهش توجه می‌کردم که دوباره تکرار نکنم. سال کنکور از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردی؟ مثلا چقدر در طول یه روز و از کدومشون؟ در واقع تایم کنکور نه، من از شبکه‌های اجتماعی خیلی کم استفاده می‌کردم. اینستاگرامو کلاً پاک کرده بودم و فقط میتونم بگم اون تایمی که یکم نزدیک عید شده بود، یکم حوصله‌ام سر رفته بود، چند روز یه بار میرفتم یوتیوب، ولی خیلی کم، چند روز یه بار در حد 20 دقیقه داخل یوتیوب ویدیو می‌دیدم. مثلا ویدیوهایی که ویدیوی تفریحی بود یا نه باز ویدیوهای در رابطه با درس بود، یعنی می‌رفتی مثلا تفریح کنی یا می‌خواستی بازم اون یادگیری و در جهت خود کنکور باشه؟ نه، در جهت یادگیری کنکور که نبود، ولی خب در واقع چیزایی بود که مربوط میشد، مثلا انگیزشی بود، بلاگ میدیدم، مرتبط بود، ولی نه درس. بلاگ دانشگاه شهید بهشتی رو که فکر کنم همین کنکور یه دور دیدم. ندیدم. همین الان گفتم همه دیدن. خب پس همه ندیدن، این نظریه رد. خب پس کانال ما رو توصیه می‌کنی به بچه‌های کنکوری؟ آره. خب آره خوبه، بچه‌ها در واقع خیلی خوبه، مثلا که تایم انتخاب رشته بچه‌ها با رشته‌ها آشنا میشن، بیشتر دستشون میاد رشته‌ها به چه صورته و با توجه به اون شرایطی که خودشون دارن و علاقه‌شون میتونن تصمیم بگیرن. نکته بعدی این که آیا در طول این یک سالی که تایم کنکور بود مثلا ارتباط صمیمانه با دوستات داشتی؟ آقا نقششون مخرب بود، نقششون مثبت بود، بهت انگیزه میدادن، یا حالا قطع ارتباط خیلی از کنکورا میدونم میتونم بر تو به چه شکل؟ من در واقع چون سال کنکور مدرسه نمیرفتم و خودم میخوندم، نه ارتباطم با دوستان خیلی کم شده بود و ارتباط چندانی نداشتم، مخصوصا که اواخر. یعنی توصیه‌ت به بچه‌ها اینه که سال کنکور خط بکشن دور بقیه دوستا رو، یا میگی که نه برای تو به این شکل؟ آخه من با توجه به شرایطی که برام ایجاد شده بود دیگه ارتباطم کم شده بود، ولی خب بچه‌ها ببینن خودشون به چه صورتن، اگر وقتی با دوستاشون قرار میذارن یا در ارتباط هستن حالشون بهتر میشه، مودشون بهتر، انرژی میگن، خب قطعاً جوری که آسیب نزنه به برنامه مطالعاتیه سعی کنن دوستاشون رو ببینن. ولی خب اگه میبینن دوستا تازه بهشون استرس میدن، اون مقایسه شدن هست، کم کنن، یه کمی دوستی کم رنگ میشه، ولی بعد دوباره اوکیه، بعد کنکور دوباره دوستشون رو پررنگ کنن باشون. اینطور که گفتی تفریح و استراحت تو سال کنکور، یعنی سال بعد که اینه که چه شکلی بوده برای تو؟ بیشتر همون مثلا بلاگ دیدن و یوتیوب و اینجور داستانا بود و یا با خانواده؟ نه، این در واقع اواخرش اضافه شده بود، نزدیک عید اینا بود، بیشتر تفریحی که داشتم با خانواده بود. خب یه سوالی که دغدغه اصلی بچه‌هاست، آقا روزایی که حال نداشتی درس بخونی، زمین و زمان دست به دست هم می‌دادن که تو درس نخوندی، اون روزا چیکار می‌کردی؟ خب اول اینو بگم که این یه چیز عادیه و خب آدم نباید از خودش انتظار داشته باشه که تمام روزایی که از خواب پا میشه، تمام صبحایی که از خواب پا میشه پرفکت و پر انرژی باشه، بتونه تمام برنامه‌شو انجام بده، درس بخونه، این کاملا عادیه. ولی خب در واقع اون نکته‌ای که باعث موفقیت میشه نحوه رفتار کردن با این حالت. بچه‌ها باید سعی کنن که یکم این حالت رو مدیریت کنن و یه کاری انجام بدن که دوباره مودشون اوکی بشه، به همون حالت اولیه برگردن، تا حداقل اگه اون روز نتونستن برنامه‌شون رو انجام بدن یا اون روز رو از دست دادن، بقیه روزا مودشون اوکی شده باشه، انرژیشون درست باشه و بقیه روزا بتونن به برنامه‌شون اونجوری که باید عمل کنن. ولی خب چیزی که هست میتونن یه تفریح کوچیک داشته باشن، یه کاری کنن که مودشون رو بیاره پایین، یه بیرون رفتن، ورزش کردن. اگه ما بخوایم از بریم به استرس دادترین شب، یعنی شب قبل از کنکور،
مثلا بدونم که کلا اون روز چیکار کردی، مثلا مطالعه داشتی، درس خوندی، کلا استراحت کردی؟ درس خوندم ولی یکم بیشتر اون مطالب حفظی رو مرور کردم. برای کنکور اردیبهشت زمین شناسی، حفظیات شیمی و یه تورق سریع روی زیست داشتم در حدی که نکات شکل‌ها برام یادآوری بشه. کم درس خوندم، فکر کنم مثلا تا عصر در حد چندین ساعت. و برای کنکور تیرم جنبندی زیست انجام دادم، دوره‌های استاد عظیمی رو داشتم می‌دیدم. ولی کلاً بچه‌ها خیلی نباید روز قبل کنکور خودشون رو خسته کنن یا دیر بخوابن. سعی کنن اون خواب نرمالشون رو داشته باشن، صبح سر حال بیدار شن و یه صبحونه بخورن که سر جلسه کنکورم انرژیشون اوکی باشه و در واقع یه ریتم سینوسی نداشته باشن، استیبل باشن. پریان، اگه برگردی به گذشته، کاری هست که از انجامش پشیمون باشی؟ شاید آزمون دادن رو زودتر شروع می‌کردم، چون آزمون دادن خیلی میتونه کمک کنه که بچه‌ها نقاط ضعفشون رو پیدا کنن، ببینن داخل چه درس‌های قوی هستن و کلاً با مشکلاتشون، نقاط قوتشون و نقاط ضعفشون روبرو میشن و اگه تایم داشته باشن به راحتی میتونن این نقاط رو جبران کنن، نقاط ضعف رو و به نقاط قوتشون تبدیل کنن. مهمترین توصیه که میتونی به دانش آموزای کنکوری بکنی چیه و مهمترین توصیه که میتونی به دانش آموزای پایه بکنی چیه؟ دانش آموزای کنکوری که باید سعی کنن مطالب کنکور پیش ببرن، روی زیست خیلی تمرکز داشته باشن، بعد شیمی و به عمومیام خیلی توجه کنن و نهایی خوندن، چون فکر کنم درصد افزایش پیدا کرده، 60% شده، درسته؟ 65 دارن احتمال میدن که بشه. خب و به نهایی خوندن خیلی توجه کنن و دانش آموزای پایه هم چون که تایم دارن سعی کنن مطالب عمقی یاد بگیرن که داخل سال کنکور فقط مشغول مرور کردن مطالب پایه باشن و سعی کنن یکم تست هم بزنن، ولی بیشتر دانش آموزای پایه روی عمقی یاد گرفتن مطالب تمرکز کنن که دوباره سال کنکور نخوان از اول مطالب رو شروع یادگیری کنن، چون توی تایمشون یکم شاید به مشکل یکم به مشکل برمیخورن و یکم اذیت میشن. پریان، فکر می‌کنی بزرگترین عامل موفقیت، بزرگترین بولدترین ویژگی که داشتی که باعث شد توی کنکور موفق بشی چی بوده؟ در واقع موضوعی که وجود داره و باعث میشه شما توی سال کنکور با تمام سختی‌هاش ادامه بدین به نظر من هدف داشتنه و بچه‌ها وقتی که ناامید میشن باید به اون هدفی که دارن فکر کنن، برای چی دارن درس میخونن، برای چی میخوان به اون رشته برسن و این خیلی میتونه کمک کننده باشه بهشون. اگه دوست داشته باشی به بچه‌ها حالا یه نصیحت کنکوری یا یه جمله انگیزشی برای پایان کلیپ بگی چی میگی؟ سعی کنید که به نتیجه فکر نکنید. فکر کردن به نتیجه فقط انرژیتون رو میگیره. بهترین خودتون باشید، پرفکت ترین ورژن خودتون باشید و دیگه نتیجه رو بسپارید به سرنوشت. ولی تلاش کنید. ولی خب فکر کردن به نتیجه مودتون رو میاره پایین. خیلی ممنونم ازت پرنیان که امروز توی ملگرد حضور داشتی و ما از صحبتات بهره مند شدیم. روزتو بازم بهت تبریک میگم. دوست دارم بگم که چه حسی داره؟ چه حسی داره؟ اشاره کنم 5 شهر صدار سازه. امروز روز پزشکی. یعنی خدا منو ببخش. واقعا؟ ولی خب تبریک میگم خیلی. دیگه تا منو ضایع کردی. دیگه دوباره کاتش کنی. نمیذارم اتفاقا نمک ویدیو. خب اینقدر دارم تبریک میگم یه بار بگو. خب نه کلا کارم نرمالایز شده میگن. خب متاسفم. خب مرسی عزیزم از تبریکی که گفتی و مرسی از تبریک اشتباهی که گفتم. نیتت مهمه. نیتم خیر. با بچه‌ها خدافظی داریم. تلاش کنید و مطمئن باشید که آخرش پشیمون نمیشید. هر چقدر تلاش کنید آخرش پشیمون نمیشید و اون نتیجه‌ای که به دست میارین تمام خستگی‌ها رو از تنتون بیرون میکنه و خیلی حس خوبی داره. خداحافظی می‌کنیم ازتون. مرسی که تا یه ملگرد دیگه هم تا انتهای ویدیو با ما بودین. توی ملگردهای بعدی می‌بینیمتون. فعلا خداحافظ.